با مقصد تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ارزیابی به تاریخ و فرهنگ ملی، رشد نمودهای ملی ورزش، ترغیب طرز حیاتی سالم، طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و نواحی‌های جمهوری فستیوال اید و آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی دایر گشته ایستادند. در دایره همین چهاربینی‌ها در ناحیه واسع با اقدام بخش کار با جوانان و ورزش فستیوال بازی‌های ملی ورزشی گزارانیده شدند. این چهاربینی با همایش آغاز گردیده ورزشکاران، جوانان و نورسان از همه جماعت‌های دهات اشتراک نمودند. در قسمت رسمی فستیوال بازی‌های ملی ورزشی قید کرده شد که برگزار نمودن این چهاربینی بخشیده به اعلان گردیدن سال‌های 2019-2021 سال‌های رشد دهات و هنرهای مردمی جوانان را به خودشناسی و خودآگاهی، وطن‌دوستی و وطن‌پرستی و صداقت جوانان به وطن، ملت و آب و خاک سرزمین اجدادی، گرو امنیت و آسایش جامعه، پیشرفت دولت و آبادی امروز و فردای تاجیکستان صاحب استقلال راه اندازی می‌نمایند. طبق نقشه چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با فدراسیون فوتبال تاجیکستان امروز در ناحیه واسع مرحله یکم فستیوال بازی‌های ملی ورزشی برگزار گردید که این هم باشد بهر احیا نمودن بازی‌های ملی ورزشی سنتی میباشد. مقصد از برگزار نمودن مرحله یکم فستیوال بازی‌های ملی ورزشی و جمع آوردن ورزشکاران ناحیه به این بازی ملی ورزشی، بازی‌های ملی ورزشی بار دیگر احیا نمودن نمودهای ملی ورزشی. طبق نظامنامه برگزاری مصابقه‌های فستیوال بازی‌های ملی ورزشی از روی نمودهای شاهمات، دستخوابانی، گشتین ملی، بندکشی، سنگ برداری و ورزش سبک نورسان و جوانان مهارت خود را نشان دادند. فستیوال بازی‌های ورزشی ملی در ناحیه واسع از جانب بخش کار با جوانان و ورزش با سپاریدن مکافات و تحفه‌ها به غالبان جنببست گردید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.